خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من ارشیام و خب معمولا باید چند نفری تو میشم بذارید. یه نفر کلا فکر کنم بود تا الان که چهارشنبه است امروز و دارم این ویدیو رو ضبط میکنم که برای فردا این ویدیو گذاشته بشه داخل یوتیوب. و آموزشش هم اینطوریه، خیلی راحته، خیلی کار ساده ایه، یعنی به راحتی میتونید یاد بگیرید. فقط یه ذره هوش و حواس میخواد، همین. خب پس برو که بریم یاد بگیریم. خب بچه ها، میاد داخل تلگرام و اینجا ارشیا جینگالو اینجا اینو میزنید همین. خب اگه نداشتید یا نتونستید بیارید داخل همین دیسکریپشن این ویدیو هست. خب چیکار کنین؟ این دوتا فایل رو چیز کنید، دانلود کنید. خب من دانلودش کردم. حالا چیکار میکنیم؟ این جی تی ای ماه، درسته؟ این جی تی ای نسخه اصلی ماه. الان هیچ مودی رو این نی، معمولا هیچ مودی رو این نیست. الان من اینجا اینو میارم. چیکار کردم؟ یه دونه کلیک راست، اوپن فایل لوکیشن. خب اینجا کل این فایل رو یه دونه کپی ازش میگیرم. خب میرم داخل اینجا یه دونه پروگرام فایل و مثلا اینجا یه دونه نیو فولدر جدید میسازم. خب میزنم GTA. خب حالا هر چی میخواید بزنید اینجا میزنم، اونو پیست میکنم. خب پیست میکنم. الان یه بکاپ گرفتم. حالا اون فایلایی که دانلود کردم هیچ رمزی هم روش نیست، extract فایل، extract here، هر جا که میزنید. من چون قبلا اینا رو وا کردم، شما همین extract here رو بزنید همینجا براتون extract میشه. خب من چون قبل اینا رو وا کردم دیگه نمیخوام حجم پرشه لپتاپم، همینجا دارمش ساکلو همینه. اینو کپی میکنم میریزم تو اون فایلی که ساختم. حالا هر جا که ساختید، روی دسکتاپ هم ساختید. من کجا ساختمش؟ روی پروگرام فایلم ساختم، زدم به نام GTA. اون نسخه ای که کپی کردم میریزمش اینجا. خب ریپلیس. الان کلو ریخته شد. خب چرا؟ این یه پیش نیازه، اینو باید داشته باشید. خب بعدش اینجا حالا اینو یه صفحه جدیدم وا میکنم که راحت‌تر کنم و انجام بتونم بدم و اینجا اینم میذارم. خب اینم اینطوری. خب میریم روی این و میرم روی دوباره فایل بعدی هست 38 20 یه دونه عدده، یه نوع عدده. خب که اونم براتون گذاشتم. البته اینجا من الان فایلشو ندارم، پس این دانلودا میارم، اینو کات میکنم داخل دی، پیست، و از اینجا از حالت زیپ اکسترکت فایل رو میزنم داخل دی. اوکی الان یه دونه ساخته شد. کجا رفت؟ خب بذار ببینم. یه جا ساخته شده الان. این اکسترکت هر همینجا اکسترکت شد. خب اینجا برای من اکسترکت شد. اینا رو باید قشنگ به درستی اینا رو بریزیم. این فونت رو داخل دیتای بازی ببین خودش زده دیتا مدلز. الان من باید اینو بریزم تو دیتای بازی. اینجا یه دونه دیتا داریم، اینجا اینو کنترل وی اینجا پیستش میکنیم، ریپلیس هم میزنیم که جایگزین شه. مدلز یه دونه مدل داریم. خب بچه ما یه دونه اونجا فایل دیتا داریم. داخل دیتا رو فایل هرچی داخل دیتا هست رو میریزید داخل دیتای بازی خودتون و هرچی هم داخل مدل ساز رو میریزید داخل مدلز بازی خودتون. کپی و اینجا میام روی این گزینه و اینجا کنترل وی. خب نه اینو دیلیت میکنیم. دیلیت اشتباه کردیم. دیتا الان ریخته شد. الان باید بریم روی مدلز، اینو برسیم کنترل وی. خب ریپلیس. بعد
از اینجا اینا که ریخته شد، اینا هیچ کاری باش نداریم. خب HUD-TXT این سال فایل نکن HUD-TXT این GTA models. خب اینم این HUD-TXT را داخل مدلز میریزیم. کنترل حالا پیست HUD. خب HUD شما تغییر کرد. خب حالا اینجا پوتس آف اینو خب میریم داخلش و کل اینو اینجا کپی و داخل خود این پوشه اصلی که ازش یه نسخه بکاپ گرفتیم میریزیم داخل اینجا پیست. خب بعد چجوری اجراش میکنیم؟ اینا رو میبندی دیگه. ببین داداش گلم، نمیری اینو بزنی ها، اینو بزنی نمیکنه. باید همین فایلی که ساختی رو بیای، این یه دونه GTA 5 farsi.exe حالا هر اسمی داره، بعد هم آیکونه باشه. بذار بهتون نشون بدم طوری بهتره. این همین آیکونه رو اونو اجرا میکنیم. میزنیم و میبینیم که بله تمام منو برای ما درست شد. بس یا کنید اینجا هم یه دونه کلو 5 میاد که کلو 5 یعنی به خوبی براتون نصب شده. حالا استارت گیم رو مثلا میزنید، حالا لود گیم، حالا هر چی سیو دارید عقب یا نیو گیم. حالا اینجا مثلا اینجا و بله اینجا. خب بچه ها اینم بود از این آموزش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و حتما چنل رو سابسکرایب کنید و داخل کامنت ها بگید چه ایده ای بذاریم، چه هر ایده ای که دوست دارید بگید و تا ویدیوهای بعدی فعلا بدرود.